این عطر خود اصالته. قطعا اسم عطر آنجل شیر رو شنیدی، اما صبر کن تا ببینی چه راز شگفت انگیزی پشت اسم این شیشه عطر پنهان شده. قصه از یک سرداب تاریک و نمدار شروع میشه، جایی که کیلیان هنسی وارث یکی از معروف‌ترین شرکت‌های کنیاک سازی دنیا بین بشکه‌های چوبی بلوط قدم میزد. هوا سنگین بود، از بوی شیرین و بوی الکلی که از دل چوب‌ها تبخیر میشد، یک شیرینی عمیق که مثل بوی سیب پخته روی زغال توی کل فضا پیچیده بود. هر سال حدود 2% از کنیاک از منافذ چوب تبخیر میشه و به آسمون‌ها میره. این یک فرایند طبیعیه، اما پدربزرگ‌های فرانسوی برای این سهم اسم گذاشته بودن، لاپورت د سانژ، یعنی سهم فرشته‌ها. اونها باور داشتن که این یک مالیات بهشتیه، هدیه‌ای به فرشته‌ها تا در عوض اون هدیه مراقب محصول باقی مونده باشن و به اون کنیاک اصالت ببخشن. این تبخیر حتی دیوارهای سرداب رو هم سیاه می‌کرد، انگار که امضای فرشته‌ها روی سنگ‌ها بود. اما یک دغدغه کیلیان رو رها نمی‌کرد. این سهم که هر سال تقدیم فرشته‌ها میشه، این رایحه گم شده و بهشتی چطور برای همیشه توی یک بطری عطر حبس بشه؟ دفعه بعد که خواستی عطر بگیری، فقط بوش نکن، داستانش رو هم بپرس. ببین اون رایحه از قلب چه کسی و از دل کدوم خاطره فراموش شده بیرون اومده. بهترین عطرها اونهایی هستن که قبل اینکه بر روی پوست بشینن، روی روح انسان‌ها حک میشن.